در یک صحبت سریراهی خبرنگار رادیو آزادی اکثر مردها گفتند که جارب گرفتن و راهروی کردن کاری زنانه است و به هیچ وجه این کار را انجام نمیدهند. مهموراد سفرov 6 سال اخیر در یکی از پارک‌های شهری سنت پترزبورگ روسیه راهروی میکند. عملی که به قول مهموراد او و بسیاری از مردهای همدیارش در ملک غیر آن را به هیچ ایزا کشیدن انجام میدهند، اما از پاکاری در وطن خود شرم می‌دارد و به تدبیر آن را یک عملی زنانه می‌داند. این جوان میگوید همش جمع گرد میکنن میگرفتن و شاید شرم می‌دارن. خیلی که چی میکنن در اینجا بسیار میگویند که رفتنی راه و کوچه اینها با زن تعلق دارد. شاید منتالیته ما چی میگم عادت کردگی نیست گویم همیشه. مهموراد که طی 6 سال اخیر روزگاری زن و 4 فرزندش را با پول روبندگی پیش میبرد میگوید او این کار را در تاجیکستان به عوض 20,000 روبل روسی هم انجام نمیدهد چون شرم میدارد. این جوان میگوید که در روسیه دهها و صدها مردان و جوانان دیگر تاجیک نیز چنین عمل را انجام میدهند. در میان بیش از 70 زن روبنده در شهر قرغون تپه‌ای ولایت ختلان مرد به چشم نمیخورد و اکثرا زنها به این کار مشغولند. مقیم کولوف سردار خواجگی منزلی و کمونالی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای زنان ما روان نمیبینیم نه که مردو رفتن میرون مردم که بیا برو و حضور ما داریم جوی که وکانسی داریم که مردکان بیاین کار کنن زنکان. مقیم کولوف گفت که مردها از یک سو از راهروی شرم می‌دارند و از طرف دیگر با معاش کمی که به آنها پیشنهاد می شود نمی‌خواهند آن را انجام دهند. ما چند مراتب گپ زدیم خاک اینجا یگان کس ما پس زدنی نیستیم دیگه نیستیم. جمعگل اسراروی 50 ساله یکی از 10 زنی روبنده در جنوب تاجیکستان میگوید که 20 سال به این طرف در سردی های قهرتون و گرمی های تفسان تابستان برای چرخاندن عربه زندگیش کوچه روبی میکند. میگوید که با 450 سامانی زندگی 3 فرزندش را پیش میبرد و اگر صاحب معلوماتی عالی میشد شاید او هم روبندگی نمیکرد. هم که نخوندی دوست میداری همین حولی روی از وظیفه ما سهر پگاه میخیزه اکم مردم هم هر خیلی آدمای خوب شم هستن مثل آدمای جنگ میکنن که نه چنگ کردین خوب کردین آدمای که آفرین نگه سر تو بگه. جمعگل اسرار و میگوید که در کوچه جلال الدین رومی شهر قرغون تپه با 2 فرزندش زندگی میکند و هر روز باید 4000 متر کوادراتی راه را تازه کند و به خانه برگردد. گلنیسا هم میگوید که پاککاری کوچه برای مرد عیب است و او نیز نمیخواهد که شوهر یا مرد از خانوادهش به دست جارو بگیرد. ما میخواهیم که همیشه و دیگه خیلی کار کتی باشن ولی مرد که خود ساخته باشن. چند روز پیش که میدان اساسی برگزاری چهاربینی صدک که همه برف پوش بود تا آمدن مهمانان از صبح تا ساعت 11 تنها زنان از برف پاک کردند، هرچند این کار به نیروی مردان زود و خوبتر انجام شد. طبق اطلاع خواجگی منزلی و کمونالی ختلان حدود 1000 نفر زنان به تازه کردن کوچه و خیابان‌های ولایت مشغول هستند. معاش این زنان از 400 تا 450 سامانی است، ولی در عید و جشن‌ها در برابر سنگین شدن کارشان که باید مرکز شهران نواحی را تازه ورانگوبار کنند همچنین هدیه پولی علاوگی میگیرند. مغفرت صدیر و مدیر خانه‌های بلند آشیانه شهر قرغون تپه گفت که امسال نوروز بین المللی در شهر جشن گرفته می شود و شهرداری برای زنان روبنده کلوش زمستانه هدیه کرده و در روزهای عید باز برای آنها تحفه‌های پولی در نظر گرفته شده است.